محمدی هستم، کاردرمانگر با سالها تجربه در زمینه کار کردن با کودکان اوتیسم. تو مدت زمانی که با کودکان اوتیسم داشتم کار میکردم یه سری اشتباهات رو دیدم که از سمت والدین خیلی تکرار میشه و این مشکلات و این اشتباهات باعث میشد که نقایص ارتباطی و کلامی بچه‌ها و همچنین مشکلات رفتاریشون به مرور زمان بیشتر بشه. وقتی که می اومدن در مورد اون مشکلات با خانواده ها و اون اشتباهات با خانواده ها صحبت می‌کردم، به مرور زمان دیدم که وقتی خانواده ها نسبت به این اشکالاتشون آگاه میشن و اونا رو کنترل میکنن، خب کودکان اوتیسمشون تو مسیر رشدشون پیشرفت بهتری داشتن. حالا میخوام امروز اون اشتباهاتی رو که بیشتر خانواده ها دارن تکرار میکنن رو با شما به اشتراک بذارم تا در نهایت شما هم بتونید جلوی این اشتباهات رو بگیرید و در نهایت کودکی رو داشته باشید که پیشرفتش مقدار بیشتر هستش. اشتباه اولی که معمولا خانواده ها انجام میدن این هستش که از کودک توقع شروع گفتار و کلام رو دارن قبل از اینکه مغز کودک آماده شده باشه. یعنی اینکه من از خانواده ها خیلی میشنوم که این کی حرف میزنه، کی کلمه میگه، کی جمله میگه، حسرت شنیدن یه دونه مامان و بابا از دهن این به دلم مونده. و اینو باید بدونید قبل از اینکه کودکتون اگه ارتباط چشمی نداشته باشه، تماس چشمی نداشته باشه، تقلیدهای اولیه آوایی رو نداشته باشه، تقلید مهارت‌های حرکتی رو نداشته باشه، نتونه یه تعامل اولیه‌ای رو برقرار کنه، توجه دیداری خیلی پایینی رو داشته باشه، خب شما نمیتونید توقع شروع یه گفتار رو از بچه داشته باشید و این مثل این میمونه که شما میخواین یه ساختمون رو بسازین قبل از اینکه زیر بنا و پی اون رو آماده کرده باشید. حالا راهکارش چی هستش؟ راه حلش این هستش که بازی‌هایی که ارتباط چشمی توشون هست، رعایت نوبت توشون هست، تقلید حرکت‌ها یه اولیه و حرکت‌ها بزرگ و درشت توش هست رو و از بچه بخوایم رعایت نوبت رو از بچه بخوایم و این رو هم بدونه که گفتار در واقع یک محصول هستش و یک مهارت هستش و یه معجزه نیست که یک شبه از بچه توقع داشته باشه که این معجزه در موردش اتفاق بیفته و اون کلام یه شبه شروع بشه. این مهارت‌های پایه رو کودک باید حتما داشته باشه. اشتباه دوم ابرو نکردن بیش از اندازه است. یعنی مثل دست نزن، نکن، بشین، آروم باش، اینا مواردی هستش که معمولا ما بیش از اندازه به کودک اوتیسم میگیم. حالا اینو باید بدونیم که اصلا کودک اوتیسم گاهن در پردازش این دستوراتی که بهش میدیم و در درکش ممکنه دچار مشکل باشه و اصلا متوجه نباشه که چی میشنوه و گاهن همین دستورات بیش از اندازه و ابرو کردن های بیش از اندازه باعث میشه که کودک کاملا از ارتباط و تعامل فراری بشه، مشکلات ارتباطیش خیلی بیشتر بشه، چون همونجور که میدونین اصلا یه سری از علائم اوتیسم مربوط به نقایص ارتباطی هستش و شما با این دستورات بیش از اندازه که معمولا در قالب نهی کردن هستش خودتون باعث میشین که به این عدم تمایل به برقراری ارتباط دامن بزنید. حالا راهکارمون چی هستش؟ راهکاری که انجام میدید اول تو اینجور مواقع آرامش خودتون رو حفظ کنید. بعد از اون دستوری که لازم هست رو در قالب مثبت به بچه بگین. گاهن خودتون هم باید یکم هدایتش کنید، یعنی که مثلا اگه چیز رو حالا برداشته قراره بهش بگیم بلند دست نزن، بهش بگی حالا بده به من، بذارش اونجا و بسته به سن کودکتون، سطح درک کلامی کودکتون، میزان دستورپذیریش میتونین از چیزایی مثل اشاره کردن یا مدلینگ، اینکه حالا بخوایم در قالب یه مدل بهش ارائه بدیم، ببین فلانی هم داره این کارو انجام میده تو هم اونجوری انجام بده، یا ببین فلانی گذاشتش رو میز تو هم بذارش رو میز، بهش اون راهکارها رو ارائه بدیم و این معمولا کمک میکنه یه مقدار نقایص ارتباطی و مشکلات رفتاری شدت کمتری رو داشته باشه. اشتباه سوم عدم توجه به نیازهای حسی کودکتون هستش. ممکنه شما کودکی رو داشته باشید که زیاد میپره، میدوه، گاز میگیره،
به صدا و نور حساس هستش و در گام اول شما ممکنه فکر کنید که این مام بزرگش خیلی دوستش کرده، ما رو خیلی دوست داره این کار رو انجام میده، یا اینکه ممکنه شما فکر کنید که این صرفا یه بازی هستش. در واقع شما کودکی دارین که داره با محرکات حسی که از بیرون وارد میشه داره میجنگه و این رفتار در واقع نوعی آروم کردن خودش ممکنه باشه. حالا شما برای کنترل این رفتارها میتونید چه کارهایی انجام بدید؟ تو گام اول با انواع محرکات حسی محیطی آشنا بشید، بعد ببینید که این رفتارها کی صورت میگیره و تو این زمانها چه محرکات حسی کم شده یا زیاد شده و در نهایت در مسیر تعدیل این مشکلات حسی با یک کاردرمان مشورت کنید و از رژیم‌های حسی و بازی‌های حسی هم کمک بگیرید. حالا قبل از اینکه من بخوام بقیه اشتباهات رو بگم، اگه تا حالا این ویدیو رو لایک نکردید لایکش کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید که در جریان بقیه آموزش هم قرار بگیرید. اشتباه چهارم مربوط میشه به زمانی که ما میام کودکمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و در واقع این یکی از اشتباهات بزرگ والدین هستش. من خیلی میشنوم که بچه برادرم یا دوستم که همسنین هستش داره شعر میخونه، داستان تعریف میکنه، گزارش میده، ولی این بچه حتی اسم خودش رو هم نمیگه. و بدونید که این صرفا ممکن استش در جریان رشد کودکتون صرفا باعث اذیت کردن شما میشه و انرژی زیادی رو در نهایت از شما میگیره و شما فقط مجاز هستید که کودکتون رو با دیروز خودش و گذشته خودش مقایسه کنید. گاهن تو بعضی از بچه‌های اوتیسم، به خصوص بچه‌های اوتیسم سطح 3 که بیشترین مشکلات رو دارن، ما هم پیشرفت رو زمانی تعریف میکنیم که کودک چند ثانیه بیشتر شما رو نگاه میکنه، میتونه از اشاره ها استفاده کنه، یک تعامل اولیه‌ای رو میتونه برقرار کنه و گاهن به اسمش میتونه واکنش نشون بده و حتی میتونیم زمانهایی که آرامش و قرار بچه بیشتر هستش رو به عنوان پیشرفت کودک در نظر بگیریم. اشتباه پنجم زمانی هستش که شما کودکی دارید که هنوز آموزش لازم رو ندیده، آمادگی لازم رو نداره و بدون مشورت با کاردرمان و گفتاردرمان اون رو به محیط‌های شلوغی مثل مهد کودک‌ها میفرستید. با این پیش‌فرض که میره و از بقیه بچه‌ها یه سری از آموزش‌ها و حرف زدن رو یاد میگیره. در صورتی که اینو باید بدونید وقتی شما کودکی رو که آموزش‌های لازم رو ندیده به محیط‌های مثل مهد کودک‌ها که محیط‌های شلوغی هستن و در اونها توقع یک سطح عمل کرده در حد بچه‌هایی که مشکل و تأخیر خاصی رو ندارن از این کودکان این توقعات رو ما داریم، باعث میشیم که سطح اضطراب کودک میره بالا، مشکلات رفتاری و ارتباطی کودک گاهن خیلی زیاد میشه بدون که ما عملا پیشرفتی رو ببینیم. حالا کاری که شما میتونید انجام بدین این هستش که از جلسات آموزشی انفرادی که در کاردرمانی و گفتاردرمانی وجود داره شروع کنید، آموزش های لازم رو هم تو خونه بهش بدین و در کنار اون از محیط هایی که یه مقدار باعث اضطراب کمتری هستن شروع کنید و در زمانهای کمتر این محیط ها رو براش فراهم کنید. از کاردرمان و گفتاردرمان هم در مورد مشکلات حسی کودکتون، در مورد مشکلات ارتباطی کودکتون و حتی سطح ارتباطی کودکتون هم مشورت بگیرید و گاهن حتی با کمک یک مربی سایه که آموزش لازم رو در زمینه کودکان اوتیسم دیده باشه کمک بگیریم و در نهایت اون رو به سمت محیط‌های مثل مهد کودک هدایت کنیم و این رفتن به مهد کودک‌ها باید کم کم و کاملا حساب شده باشه وگرنه خودش باعث میشه که صرفا وقتی از کودکتون هدر بره. اینو بدونید که هیچ کدوم از والدین کامل نیستن و هر کسی ممکنه این اشتباهات رو انجام بده. آگاهی از این اشتباهات کمکتون میکنه که وقت کمتری از کودکانتون هدر بره و شما در بازه زمانی کمترین بیشترین پیشرفت رو از کودکتون ببینید. اگه تا حالا این کانال رو سابسکرایب نکردید میتونید سابسکرایبش کنید که تا زودتر در جریان
آموزش‌های علمی و عملی قرار بگیرید و اگه در مورد بعضی از مسائل نیاز دارین که ویدیو یا آموزشی رو ببینید، برای من در قسمت کامنت ها بنویسید تا در اسرع وقت من این ویدیو رو براتون فراهم کنم و بهتون کمک کنم.